خداوند در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ موقع قدمی و گامی برای تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کنه، در جمع بندگانش، تا اینکه قدم اول برای تغییر خودشون بلند بکنن. وقتی بلند کردن خدا نصرتشون میکنه، خدا در برکتشون رو باز میکنه. پس قدم اول خود خداوند داره میگه. چرا اقدام نمیکنه؟ به خاطر که خدا به انسان عقل داده. وقتی خداوند به انسان عقل داد و قدرت تفکر داد، تفکیر داد، دخالت تو زندگیش نمیکنه. لا اکراه فی الدین. اما وجود خورشید کافی نیست برای اینکه تو ببینید. الان روزه، خورشید در اوج آسمانه، میدرخشه، همه جا روشن کرده. اما اگر من چشممو ببندم چی میشه؟ وجود خورشید کافی نیست، باید چشمتم باز باشه. وجود قرآن و پیامبر کافی نیست، تو باید خواهانش باشی. قرآن رو با آغوش بگیرید. دین اسلام دین ثواب فقط نیست، کاسه دستمون بگیریم فقط ثواب. روز 1000 بار تسبیح بگید، هر حساب بکنید هر سبحان الله 10 تا حسنه روز 1000 بار میشه اینقدر ثواب. هر ختم قرآن 3 میلیون و 200 نمیدونم 10,000 حسنه. روز 2 تا ختم، روز 1 ختم قرآن بکنید که من دارم ثواب جمع میکنم. دین اسلام دین حاکمیت، دین زندگی است، دین حرکت، دین تلاشه. چیزی به اسم روز تعطیلی نداره، فقط موقع نماز. حضرت عمر رضی الله عنه اگر کسی در غیر وقت نماز تو مسجد نشسته بود شلاق رو کمرش میزد. دین ما دین تلاشه، دین پویایی است، دین حرکت. نماز تمام شده، چه کار داری تو مسجد؟ برو تلاش کن، توسعه ایجاد بکن. و جعلنا النهار معاشا و جعلنا نومکم سباتا. انسان شب میخوابه، استراحت میکنه. نوم ثبات خوابی است که بدن آرامش پیدا میکنه، استراحت پیدا میکنه، آماده میشه، تجدید قوا میکنه، تجدید نیرو میکنه که با نماز صبح دوباره چه اون تلاش شروع بشه. سبحان الله. پس دین و فرهنگ دینی و قرآن در ثواب تنها خلاصه نکنید. تلاش. اگر ما خواهان تغییریم تغییر میکنیم و خدا کمکمون میکنه. انسان ها با کارهاشون بزرگ میشن. کارهای کوچک نکنی که کوچک میشی، کارهای بزرگ انجام بدید. کارهایی تو شهرتون انجام بدید که زبان زد خاص باشه و عام. این گردنبند طلا رو گردن مادر باشه، بچه معتاد بشه، افسرده بشه، چه فایده ای داره؟ این گردنبند رو در میاره، فرزندشو به گردنش میندازه. اونا دوری هم که باید تو گردن مادرها و پدرها باشن. یک سالن ورزشی میتونه دنیای تحول ایجاد بکنه. ما تو منطقه دچار فقر حرکت هستیم، فقر حرکی، خصوصا تو بانوانمون، تو دخترانمون. حالا پسرها تو هر زمینی تو دشتی بازی میکنن، عورتی خیلی مطرح نیست، ولی آیا دختر میتونه تو فضای باز بره بازی بکنه؟ چه گناهی کردن که دختر شدن؟ اگه یه سالن خوب باشه، دخترها وقتی که فقر حرکت دارن افسرده میشن، وقتی افسرده شدن آمار خودکشی بالا میره. نیازهای یک جامعه چند تاست؟ اول مسجد برای ما مسلمان ها، خانه ای که عبادت خدا بکنیم. این روستا با 7000، این شهر با 7000 نفر جمعیت، یک مسجد جامعه فراگیری که حداقل 5000 نفر از اهالی اونجا نماز بخونه.
اگه در مسجد جامع حضور پیدا کردی دیدی که نصف جمعیت از سن 7 سال 10 سال تا 15 سال هستن، باید بگی الحمدلله. اما اگر در مسجد جامع رفتید که همه از 50 سال به بالان، فاتحه اون جامعه خوانده شده. این شهر یک مسجدی در حد 5000 متر زیربنا میخواد با همه ملحقاتش تو بهترین نقطه شهر. یک امام جوان خوش صوت فوق لیسانس دکترا به روز آپدیت شده، خطبه های جذاب، هر هفته یک موضوع، یک هفته درباره ورزش، یک هفته درباره بهداشت، یک هفته درباره آموزش، یک هفته درباره اقتصاد، مشاغل، یک هفته درباره تربیت. این نیاز اول ماست. یک مسجد جامع عالی با ملحقاتش تو محوطه مسجد، کتابخانه باشه، سالن آمفی‌تئاتر باشه، مهد کودک باشه، مهد قرآن باشه، فضای سبز داشته باشه. یک کمی از شهرتون فاصله بگیرید، برید ترکیه، برید مالازی، برید مساجد مالازی رو ببینید. دنیا دیدن خیلی تأثیر داره، نگاهتون، جهانبینیتون عوض میشه. مساجد مالازی وقتی میرید فکر میکنید دنیایی همه چی توشه، حتی سالن عروسی، حتی بازارچه، حتی فواره آب، همه پاتوق ها اونجاست. اگه یه مینی پارکی، 4 تا تاب و سرسره، 4 تا میز پینگ پونگ، یه سالونی برای فوتبال دستی و میز پینگ پونگ، یه زمینی به اندازه 2 هکتار باشه، مسجد جامع اونجا درست بشه، این ملحقات داشته باشه، پاتوق سالم اونجا میشه. بچه‌ها بازی میکنن موقع نماز، با هم دیگه رقابت‌های مادی و چشم به هم چشمی نداشته باشید. ریخت و پاش‌های عجیب و غریب. هرچی این ریخت و پاش‌ها و اسراف‌ها تو زندگی زیاد بشه، رسید خیر تو کم میشه. جلو ریخت و پاش‌ها رو بگیریم. اسراف‌های عروسی، اسراف‌های عزاداری، اسراف‌های نامزادی‌ها. بزرگترین سرمایه گذاری انفاق است. اگر کسی اسم اعظم الله یک بار بگه، 1 حسنه به 1 حسنه، 9 تا حسنه هم پاداش خداوندی، 1 به 10. اگر کسی این ذکر رو بخونه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه، 10 تا حسنه داره. اگر کسی یک حرف قرآن بخونه، کلام رب العالمین، 10 تا حسنه. الف لام میم 30 تا حسنه، 3 تا حرفه. پس چی چیزی 1 به 700 داره؟ در فرهنگ قرآنی و دینی ما تنها چیزی که 1 به 700 سود داره و حسنه داره فقط انفاق. تو چه کاری بکنی که 1 به 700 سود داشته باشه؟ 1 به 700. این آموزه های قرآنی باید به مردم بگن. پیامبر مثال زده، قرآن خداوند مثال زده، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن که مثل حبه، مثل یک دانه هست. حالا دانه گندم باشه، دانه هر چی باشه، که مثل حبه انبتت 7 سنابل، این حبه رو میکاری تو زمین 7 تا سنبل میزنه، فی کل سنبلت 100 حبه، هر سنبلی 100 تا دانه داخلشه، 7 تا سنبل 7 تا 100 تا 700 دانه، 1 دانه تبدیل به 700 دانه شده. میگه 1 درهم در راه خدا 700 برابر میشه. آخر آیه چی میگه؟ والله یضاعف لمن یشاء. اما بندگانی هستن که خدا با عدد و ارقام به اونها تعامل نمیکنه. بندگانی که دلشون بزرگه، کل مردم رو تو دلشون بردن، هرچی تو جیبشونه، تو گاف صندوقشونه، همه درشو باز کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر کسی به اندازه لانه گنجش، پرنده، من بنا لله مسجدا ولو کمفحص طیر بنا الله له بیتا فی الجنه، دلتون بزرگ بکنید، با اون بالا داره تعامل میکنید. اگر دلتون بزرگ باشه، جیبم کوچک باشه جواب میده، ولی اگه دلتون کوچک باشه، جیب خیلی بزرگم باشه جواب نمیده.